روزتون بخیر و بشادی دوستانی عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. رحمت که ما را میپرسید از همه میندارم دوستانی عزیز. برای کامنتاری ها به نهایت خوبه که در کامنتاری می نویسید. از هر یک شما میندارم به اندازه. و این روز خواستم بهر شما یک ولاگچه کنم و برای خوراک بگم تیار میکنم. یک نمود اینمی کارتوشکا کدی کارتوشکا по-деревенски میگن. هم خیلی تیار میکنم. نصیب انشالله. اینجا گودکان آوازهای گودکان برآمده. با ما چی لازمه؟ کارتوشکا لازمه. در اول ما چیکار میکنیم؟ کارتوشکا رو میگیریم با اینمی شکل ریزه میکنیم. اینم خیلی ریزه میکنیم کلانتر کلانتر. اینم خیلی ریزه میکنیم شه. همش اینم خیلی ریزه میکنیم دوستان عزیز. به همتون ماه شریفی رمضان یک بار دیگر مبارک. دهه ماه آخری رمضان مبارک. همه تبریک میکنم دوستان عزیز. این رمضان یک مهمانی هست که میایه رنگ باد بارین در اوق میگذره میروه. الکه این روزی 21 روزی رمضان ای نمیجا. من خیلی برای کودکا کم ترگم خیلی تیار میکنم تا آخر ولاگ با ما باشد. حتما که با یک پدلیف تیار میکنم. به نهایت همی در فکرم گذرانده است. هم خیلی پدلیف کردن به نهایت به مزه تافته است. به فکرم در فکرم ده حاضر یکاز تیار میکنیم یک جایه. خیلی همشه کلانتر ریزه میکنیم. مالکه او موندگیم او شیش دسته جوش میویا نصیب انشالله. بعد ایره در آبی جوشیدگی یک میاندازیم. حاضر ریزه کرده بشوند بعد نشان میتیم تمام. دوستان عزیز مهربان نمی خیلی ریزه کرده شدم. خیلی کوشش میکنیم همشه چمپیونی هرچینم نوید همی چیشون یک خیلی برابر بیاده. خیلی مایدگشون هم مایده و همی غوصشون همی خبیویه. حاضر باشه آب منجو شده است. آب دمه کم ترک نمک انداختم. یک جای با شما میرم میاندازیم. با مدتی 8 دقیقه میگذاریم که بجوشه بعد میبرداریم شه. این همجا آب جوشیده است دوستان عزیز. من میاندازم. ما یکم چی میکنم 10 مینوت میمونم. اینا 8 مینوت میمونم. بعد میاندازم. بعد 8 مینوت با میبردارم شه. اینا داخت مکو دوستان عزیز میجوشه. نکم ترکی جوشیده است. به همیش حساب میکنیم تا همون جوشته میوه. 1 مینوتش میگذره. 7 مینوتی را اون میجوشه. بعد چی میکنیم؟ بعد میبرداریم شه. 7 مینوت کارتوشکا نمیپزه. انا میخواد با میبرداریم شه. اینای پرنسسای ما اینجا چیکار کردستین؟ سازی خوردستین، بازی کردستین. استول اپش آوردین بیرون تماشا کرده بازی کرده 6 تا اینجا. ما روز که تفریزم نه او کلندر ده اوجا چسبوندیم. گریه کرد خیلی چسبوندیم. اینم خیلی از با گودکا رو میپرسید برای وای نشان دادستم شونه. ما واش ایسا دیگه اومده اینا. ای قاکشید. اینم خیلی دوستان عزیز 8 مینوت گذشت. از می چرا میبردارم اگر کدومی که لاولوی لیست نازنیم نه لیست لاولوی لیست میتونید بدوزین. من از نمیبینم بوشو بعد میبینم برایمون نداختم برای خوشبو شدنش. انا کیرم میبردارم. دوستان عزیز و مهربان ما اینجا داریم خیلی پرپراوا گرفتم. اینه پرپراوی universal بگیم چی؟ universal پرپراوا ایش رولتون کم ترک نمک رولتون هم گرفتم برای که یک کم تر به نمک مرچ زیره. انا که حاضی چیکار میکنم؟ امیور همش اردرش میکنم. بعد ده همین میشپم یک جایه میکنم. اینم خیلی وقته که یک جایه کردیم. بعد کم ترک روغن میاندازیم دوستان عزیز. بچه‌ش نگاه کرده کم ترک روغن میاندازیم با یک جایه میکنیم شه روغنم تا که ده همه جاش برود. دوستان عزیز و مهربان اینم خیلی شید. انا که ایرا همش در لیست دخوفکا میگیریم خوش رو میچینیم شه. اینم خیلی کوشش میکنیم که تنبتر بیایه همه جاش یک رنگ بیایه. بعد در دخوفکا میمونیم با مدت 40 دقیقه نگاه میکنیم تا سرخه که خوش رو شدن شه میپزانیم شه دوستان عزیز.
دوستان عزیز و مهربان برای پدلیف من در کار ما پدلیف تیار میکنم گفتم یا نموده که در فکرم گذارم نیستم اما خیلی تیار میکنم برای وی به ما لازم است گوشت خیلی گوشتم در اوجای آزی بعد سبزی پیاز کارتوشکا بعد نخود ترکدگی بدم نخود چه خیلی ریزه میکنم سبزی رم به مثل کارتوشکا برین نه خیلی کوبی که مایده ریزه میکنم اینه میگه که چون ویدیو نمیکنه بسیار ترگی برای کودکان نمیکنه نمیمونم ویدیو کنی خب نمیکنه اینم خیلی مایده ریزه میکنم دوستان عزیز کارتوشکا رم پیازم ریزه کرده شدم با نشان میتیم خیلی دوستان عزیز و مهربان اینم خیلی ریزه کردم گوشت مرغ مایده ریزه کرده میرم کارتوشکا رم مایده ریزه کردم همش با همچنین نخود ریزه کردم بگم اینم خیلی پیازم حاضر کم ترک در پیش پیاز ای بالگری заморожить کردگی میگیره انا کس کورات کردم میمونیم روغنم میریزیم ای بعد نوبت چی میکنیم شونو بریون کده گرفتم نه بریون کده اردرش کردن میگیریم تا آخری ولاگ با ما باشه دوستان عزیز حتما که به شما معقول میشه خوراکی که با ما با فکرم کده استم انشالله که با مزه میآید در آدم روزدار هر چی ده هشش رفتن میگیره یک کم خالی گفتم بیا هم خالی بکنیم تا آخر ولاگ با ما باشید همشه آساسته میکنیم یک جایه منم خالی یکم پیاز بریون میکنیم ما همه وقتی که گوشت مرغ باشه یکم پیاز بریون میکنیم برای که گوشت مرغ در اول آب میشود برای ما یکم پیاز کم ترک تف میتیم تا ملایم شدن شه خیلی تا سرخ شدن شه نه تا ملایم شدن شه بعد گوشت میاندازیم با یک جای سرخ میشون هر دوش اینه گوشتم داختم دوستان عزیز تا میتیم میکنم ایرم یک 2-3 مینوت تا پختن شه بریون میکنیم بعد دوستان عزیز چی گفتم بله شما درست گفتید باید گپای ویار اهمیت ندیم و با هر حال رمضان نمیخورم که چی را جواب بودیم در کامنتاری را جواب بودیم میشه که ویار راست مرخونه روی کنی لیکن وقتش در عصبای آدم میرسه این خیلی فقط طاقه برای آدمایی که ما را انتظار میشن ولاگای ما را برای همه کدام میده که خیلی معقول نیست گفتی گپای شما که ببرویم بروند تماشا نکنن دوستان عزیز و مهربان نه جانداره که ما نامش یادم میبرم من داختم چه گوشت خیلی بریون شده خشرام نیو خیلی بریون شده ایره داختم بعد سبزی رم 2-3 مینوت بریون میکنیم من ایره نگفتم شکراوی کدگیم اینمی شکراوی را گفتم برای تماد استفاده برده استم اینمی یک هم خالی شکراوی میاندازیم شکراوی به نهایت به مزه میکنه تماد کم ترک گوشت برای مو اینمی شکراوی را اینمی یک کاسه چرا بعد میاندازم آخر ده همیره نگفتم همیرم بگفتم سبزیارم داختم کارتوشکا رام داختم اینم یک 2-3 مینوت بریون میکنیم بعد نخود میاندازیم اینجا دوستان عزیز نخود پریپرا و نمک همه چی به طب دل خود میاندازید خواهید نمیاندازید پریپرا من این پریپرا را خریدم نمیره بسیار میخریدم کشتا رو از 2 وقت بود من خریدم با بزرگ رفتم همیره خریدم برای من با همیره داختم اونو یک سازم پریپرا و اینم خیلی داختم نخودم داختم از یک چی را میاندازیم شکراوی را میاندازیم خیلی هم یک 2-3 مینوت چی میشود بریون میشود بگیم در روغن بعد کم ترک آب میاندازیم دهانش میپوشانم توشید شود خیلی یک کاسه آب میاندازیم بعد دهانش میپوشانیم میمونیم دوستان عزیز و مهربان اینم خیلی تیار شد کارتوشکمون همه سرخه که خشورای اینجا نمیتیه همه ویدیو نمیتیه
ҳатман тайёр кунед. ози лаган мебардорам, бо нишон метиём. инам хеле красота тайёр шид дӯстони азиз, бениҳоят ба маззаи. касоне ки тайёр кардаги нестед, ҳатман тайёр кунед. хай падлиф монам кашидем, бо нишон метиём. ваям қариб ки тайёр шидай. И фақат барои чай, барои ҳамин чӣ мемонем, як та нимта мехӯрем. хӯроки асосӣ ош. инам хеле дӯстони азиз. дӯстони азизу меҳрубон, иам ҳама чакош пухтай. кира маҳваш кити фариза нахутоша чашидам пухтай, баъд камтара гашни кати прогреза кардам. меандозам ва ҳамин тамом видеоро боша ба поён мерасонам. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. раҳмат ки то охир бо мо будед. як рӯзи оддии мо, як рӯзе ки аз паси хӯрок тайёркунӣ барои ифтёр буд, имрӯз ба ҳози ҳавая хотима мебахшем. дӯстони азиз, бо сарбаланду хонаобод бошед. кӯдакон намондан. ма видео кунам, хай бахшида нест кӯдакам.